در مسئله صحبت درباره شخصیت محترم امام علی رحمان ما یک نکته تکیهگاه داریم. اینا من همچون کسی که در باره گپ میزنم یک نکته تکیهگاه دارم. چه است؟ همین است که شخصیت امام علی رحمان یک شخصیت واقعی و طبیعی هست. یعنی هنگام سخن درباره پیشوای ملت ما هیچ احتیاج نداریم که یگان دروغ گوییم، یگان روایت بافیم، یگان افسانه بافیم، یگان واهمه کنیم. چون که امام علی رحمان نتیجه تبلیغاتی رسانه و شبکه و اینترنت و تلویزیون نیست. امام علی رحمان همچون واقعیت نتیجه یک دوره معین تحول تاریخی است که این شخصیت در پیش چشم همه ما شکل گرفته است. این اگر ما در علم فیزیک میگیم که جسم از نقطه A تا نقطه B حرکت کرد، تراجکتوری حرکت جسم میدونیم، سرعتش حساب کرده میتونیم، کدام مقاومت در راه سرعت جسم بود با فرموله برآورده میتونیم. چون که اینجا علم دقیق است. انا درباره شخصیت امام علی رحمان از همین نقطه اچ خیل شروع شد، به کدام نقطه ها گذشت، کدام مراحل را گذشت، کدام مشکلات پشت سر کرد و به کدام نقطه رسید، همین پیش چشم همه ما رخ داده است. بنابراین من میگم که علم ما درباره امام علی رحمان یک علم دقیق است، علم عینی هست. علم عینی چون در این فلسفه میگن که دانش دو خیل میشه، عینی و ذهنی. عینیش میبینی، عین می چشم است، میبینی، این عینک. علم عینی علمی که عیان است و دیده میشه. علم ذهنیش هم در تخیل. یعنی من میگم که نکته اساسی که ما با جرأت درباره شخصیت محترم امام علی رحمان خیلی صحبت میکنیم اینا با آواز بلند، چون که سخن درباره یک شخصیت واقعی و طبیعی می رود که او زینه به زینه، قدم به قدم، نکته به نکته در پیش نظر همه ما شکل گرفته است. انا برای همین ما به یگان دو دلگی در این باره صحبت میکنیم. اگر کسایی مثل من از سرشون سفید باشه، این دو سه نفر بدین، شما دیدگید که چه خیلی همین صحنه آغاز شد و امروز به کجا رسیدیم. خیلی که شما یک خانه می سازید، میگی من از کتلونش در اینجا بودم، از لایحه‌اش بودم تا آخره، هر یک جزش میدونیم. همین تشکلی شخصیت پیشوای ملت همین گونه به طور واقعی طبیعی در کف دست تاریخ در پیش نظر مردم شکل گرفته است. بنابراین شخصیت حبابی ساخته دیگر است، شخصیت واقعی تاریخی. برای من این بخش خلاصه کنم میگم امام علی رحمان پرودوکت یا که محصولی یک دوره مشخصی تاریخ ملت ماست که همه ما دیدیم. یعنی میگیم نکته تکیهگاه. یک مثال ساده تر، مثلا اگر شما یک نهال رو پیش خانه‌تون شیناندید، یک نهال هر هفته آب میدهید، هر ماه نگاه میکنید، هر سال نگاه میکنید، 5 سال در یک درخت شد، 10 سال در چناری بزرگ، 20 سال در یک شاخ چنار شد. یکان کس بگه که همین درخت همیشه پیدا شده، شما میگه برادر من از اون روزی پیدایش شدم، میگم هر لحظه رشدش دیدم. یعنی علم شما را درباره همین درخت یکان کس تغییر کرده نمیتواند. بنابراین همین علم ما، مناسبت ما، احترام و اعتراف ما، دانش ما درباره همین شخصیت یگان تبلیغات بیرونی تغییر داده نمیتواند. چون که من میگم ای برادر من خودم از روز اول شاهد، تو در برابر علم عینی من چی میگویی؟ بنابراین اگر نمیخه مسلح باشم یگان پروپاگاندای بیگانه شخصیت پیشوای ملت در چشم ما تیره نمیکند. چرا پس گروه های بدخواه ضد شخصیت امام علی رحمان چنین تبلیغ میکنند؟ چرا؟ چون شما اگر تمام همین تبلیغات ضد تاجیکستان شنوید 90% به ضد محترم امام علی رحمان روانه شده است. چی گپا، تهمت و بوت و نو تحقیر میکنن. چرا؟ چون که اونو تحلیل میکنن که
ستون اساسی انمی وحدت امام علی رحمان. پس ستون زدن در کار. اگر شما خواهید همی خیمه شپکنی، ستون محوریشه، ریگلی اساسیشه میشکنی. بنابراین بینید چقدر هجوم به همین است که همین مردم نسبت او بدبین شوه، نظرش منفی شوه. بنابراین هجومی بزرگ سیاهی که به شخصیت خانواده اطرافیان پیشوای ملت در شبکه از کجا کاردینال شده میکنن، همش همین است که وحدت این ملت، ثبات این جامعه و همین دولتی استواری که ما ساختیم خلل یابد. یک گپ یافتن میگن که چاپلوسی. این من سخنرانی کنم، اگر این ثبت کرده ممکن یگان ثانیه شه مانند مگر بچه ها میگه و این چاپلوس بینن، این چاپلوسی کرده است. طمعجویی. چاپلوسی چی است؟ چاپلوسی حالت است که شما با مقصدی به دست آوردن یگان فایده، یگان منفیت، یک سخن دروغ میگید. مثلا این برادرش تا سیوم آدم، من ممکن گم که همه قاشای شما مثل بریژنف شما اینقدر نور از روتون میباره، ممکن این رئیس باشه من در نظر داشته باشم که مرا معاشم زیاد کند یا وظیفه نوتیت، یعنی یک طمع در او باشه. طمع اگر واقعا در سخن طمع باشه، هدف باشه که مرا مثلا وظیفتیان، امتیازتیان، دستگیری کنن، نمیدونم با خود برن، نمیدونم چی، همین نامش در حقیقت چاپلوسی و این عملی بد است، این عملی زشت است. ولی وقتی که شما با عقل سالم یک روند رو بررسی میکنید، یک واقعیت رو میبینید، اون رو ذکر میکنید، این چاپلوسی نیست، این برعکس جوانمردی است. این جوانمردی است که شما میگه برادر آخه چی ما امام علی رحمان نه دیدیم از نزدیک، نه یگان چی گرفتیم، ما واقعیت نمیدیم. من همین کوچه های آباد این همین امام علی رحمان، همین پارک های آبادی که میبینه این همین امام علی رحمان، همین کشوری آسوده و آرام که مردم زندگی تیج آسوده دارن، این همین خدمتش. ما همین رو ذکر میکنیم. این چاپلوسی نیست. ما برعکس میگیم که ما با رهبری همین لیدری سیاسی دولت ما رو صاحبی کردیم، کشور ما رو بازسازی کردیم، امروز به مقام یک دولت آسوده و در حال رشد جهان رسیدیم. مسئله هایی که هست باز همراه حل میکنیم. بنابراین یگان جای چاپلوسی طمع لیسکین ما واقع، اگر من حس میکنم که همین واقعیت نگویم با این ناشکری میشه. از نظر ایمانی اگر گیریم، همین خداوندم فرموده است که نعمت ها رو شکر کنید. درست؟ برای همین اینجا در خودتون یک کریزیس یا کمپلکسی پسیکولوژی نشه که اگر همین را وصف کنیم یا که ذکر کنیم چاپلوسی میشه. ما از واقعیتش چیزی زیاد نگفتیم ولی نیمش نگفتیم. تشکر برای توجه شما.